سلام، من احسان شمس مقدمم. کسی که مثل تو توی بازار دنبال سکه‌های کمیاب میگرده و از کشفشون لذت میبره. امروز میخوایم با هم بریم سراغ سکه 10 پهلوی، یکی از سنگین‌ترین و خاص‌ترین سکه‌های طلای تاریخ ایران. اگه کلکسیونری یا عاشق گنجی، این داستان مال توئه. بیا با هم نگاش کنیم. سکه 10 پهلوی رو که میشناسی فقط در 4 تاریخ ضرب شده: 2535، 36، 37 و 1358. با وزن 81 گرم و 360 سد و عیار 900 غول سکه های اون دورانه. حالا بیا یه نگاهی به پشت پردهش بندازیم. در سال 2535 شاهنشاهی یعنی 1355 خورشیدی این سکه به عنوان یادبود 50مین سال سلطنت پهلوی ضرب شد. نکته جالبش اینه که سکه 10 پهلوی تنها سکه اون دورانه که تاریخ شاهنشاهی روش ضرب شده. بقیه سکه ها با فرمت هجری شمسی ضرب شدن. روی سکه تصویر رضاشاه و محمد رضا شاه و پشتش 50 داره توپر با تاج، عنوان نماد 50مین سال سلطنت پهلوی. طراحیش واقعا یه چیز دیگه است. بعدش در سال 2536 یا 1356 سکه یادبود 100مین سال تولد رضاشاه پهلوی رو داریم. پشتش عبارت یادبود با شاخه‌های زیتون و بلوط و تاج پهلویه. اگه دیده باشیش میدونی چقدر چشمگیره. این دوتا مدل یادبودی هستند، برای همین بین کلکسیونرها حسابی اسپر کردن. سکه های 2537 و 1358 دیگه طرح کلاسیک سکه های پهلوی رو با خودشون دارن. یه طرف محمد رضا شاه با عنوان آریامه و طرف دیگه شیر خورشید با شاخه های زیتون و بلوط. سکه سال 1358 یه داستان باحال پشتش داره. تو سال 1357 ضرب میشه ولی میخوره به انقلاب 58 و اصلا به صورت رسمی توی بازار توزیع نمیشه. اصلا معلوم نیست چه جوری وارد بازار شده. برای همین یه مقداری کمیاب‌تر هستن. پس 3 جور سکه 10 پهلوی داریم: 50مین سال سلطنت پهلوی، 100مین سال تولد رضاشاه و سکه های عادی. تو بازار تهران این سکه های نوستالژی زنده. وزنش، تاریخش و داستانی که پشت هر کدوم از این سکه هاست هر کلکسیونری رو میکشه دنبال خودش. تو کدوم مدلش رو بیشتر میپسندی؟ خب اینم از سکه 10 پهلوی ماجراهاش. اگه مثل من به این داستانا علاقه‌مندی، سابسکرایب کن و تو کامنت ها بهم بگو که بعدی دوست داری کدوم سکه رو با هم ببینیم. امیدوارم یه روز این غول رو تو کلکسیونت داشته باشی.